بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتن که وسیله الرحم تدفع باذن الله نوائب الدهر. پیوست کردن علاقه خویشاوندی با اذن الله تعالی مصیبت های دنیا را دفع میکند. کدام آدمی که با خویشاوندانش رفت و آمد را پیوست کند، با اذن الله تعالی مصیبت هایی که در تقدیر باید به سرش بیاد به سبب نیکی کردنش به خویشاونداش هم مصیبت دفع میشد یا سبک میشد. و ترفع بامر الله عن المرء البلایا. با امر الله تعالی بلاها از بنده برداشته میشد به سبب نیکی کردن به خویشاونداش. و من وصله الرحیم وصله كل خیر. کدام آدمی که علاقه را با الله تعالی پیوست کند، با الله تعالی پیوست کند، با خویشاوندانش پیوست کند، با الله تعالی پیوست کرده است. یعنی که کسی که علاقه را با الله تعالی پیوست کند، با او همه چیز علاقه را پیوست میکند. ولم یقطعه احد. کسی علاقه را با او نمی کند. و من بتره الجبار لم یصله بشر. کدام آدمی را که با او جبار اگر علاقه را کند، کسی با او علاقه را پیوست نمی کند. اگر چیز ظاهرا پیوست کندم، او یگان به نفع بنده نیست. و عاش فی کمد، همیشه در غمگینی زندگی می کند.